صدر ضیا به نفقه برآمد، خانه نشین بود، ناتاب بیمار بود، سینش رفتگی بود. با همین بیماری معالجه میکرد و اندک که سلامتیش بهتر شد، اون اثرهایش رو که در وقتش سوزانده بودن، امیر سوزانده بود آثار صدر ضیا رو. همون اثرها رو که نابود شده بود گشته دوباره می نوشت و دیگر اثرها باز نوشت تا آخر عمر فقط با نویس مشغول بود. سال تخمینا 1922 صدر ضیا یک حبس شده بود. جمهوری شوروی مسکو نه، جمهوری بخارا حبس شده بود. سببش معلوم نه، عاقبتش معلوم نه. فقط یک اندک اشاره کرده است که چندین روز در زندان بودم و بسیار عذاب کشیدم، لیکن بعد زود آزاد شدم. دیگر هیچی نمیدونیم در این باره. بعد بار دوم سال 1932 زندانی شد صدر ضیا. این دفعه در معرکه طلاقونداری از اهالی طلا و طلاواری جمع کردن شروع شد و کسانی را که طلا و طلاواری دارند حبس میکردند و از آنها میراناندند همون جواهرات را. و همین مناسبت صدر ضیا حبس شد و مادر من هم حبس شد. لیکن مادرم بعد چند وقت آزاد شد، لیکن پدرم به زودی آزاد نشد. آخر در همون در زندان وفات کرد صدر ضیا. من در یاد دارم که به عذاب او را از زندان گرفته برده گور کردیم. من اون وقت 6 ساله بودم، هنوز مکتب نرفته بودم. بعد از این مکتب رفتم. اندک که مکتب رفتم، بعد از چندگاه مادرم هم وفات کردن. همون سال مادرم اون وقت که در زندان بودم بیماری سیل پیدا شد در جسم اون کسی. با همین بیماری آخر بعد 1 سال از دنیا گذشتن. جمهوری شوروی را قبول نداشت صدر ضیا. اون جمهوری خواه نبود. اون کشورها را که جمهوری شدند معقول ندانست. مشروطه خواه بود تا آخر عمر. صدر ضیا کتابخانه بسیار بزرگ داشت. بزرگ نه به معنای شماره کتاب، همگی یک 300 جلد کتاب داشت که در بعضی جلدها چند اثر مقاله شده. حالا روی خطی کتابخانه صدر ضیا چاپ شد. یک محقق تاجیک شادمان واحدوف یک کتاب چاپ کرد به نام صدر ضیا ای یو بیبلیوتека و این اثرهای کتابخانه صدر ضیا رو تحلیل کرد. همه اثرهای نادر به اون معنی که یا اینکه به دست خودی مؤلف کتابت شده است، یا اینکه به دوره نزدیک به حیاتش همین خیلی کتاب ها رو
جمع‌آوری کرده بودن. این جمع‌آوری از طرف پدر سادزیو داملا عبدالشکوری آید سر شده بود. بعد اساسا خود این کس دوام دادن. یک کتابخانه عالی جناب جمع آوردند. بعد این کتابخانه با دولت مصادره شد، با دولت گذشت و الان در تاشکند است، در کتابخانه، در اینستیتوت شرقشناسی اکادمیای علم‌های ازبکستان. من برای گرفتن این کتاب‌ها یا برای به تاجیکستان آوردن آنها هیچ حرکت نکردم. سببش همین که اولش این که من از اول بسیار خرسند بودم که بعد از وفات پدرم زود مصادره کردند و این کتابخانه رو با کتابخانه پدرم رو بردن به کتابخانه ابن سینای بخارا. یعنی نابود نشد. اگر در خانه ما میماند و کم کم باش یکتا نیست میشد. علایده میفروختن یا اینکه چی. همین برای اینکه نیست نشود. اکنون خیلی نابود شد، یک قسمش نابود شده است در همون وقتی مصادره، وقتی که با عربای با فایتون بار کرده بردن با کتابخانه. من خودم با چشم خود دیدم، در یادم هست که از دو طرف کتاب‌ها می‌افتید با میگرفتن و بالا میموندن. همین خیلی گمشته است. بعدش آورده همینجا فروختن. حالا این کتاب در کتاب‌ها 3 کتاب در کتابخانه اینستیتوت شرقشناسی است در دوشنبه. همین خیلی اندک پراکنده شد، لیکن قسمی اساسی حفظ شد و حالا تاشکند که بردن اونجا خیلی خوب نگهداری می شود. من یک رفته بودم، یک 2-3 کتاب رو گرفته دیدنم در کار بود از کتابخانه سادزیو و من ندادن. به زور به عذاب اجازت گرفتم و همونجا نشسته این کتاب ها رو دیدم و زود کارم اجرا کردم و برای سپردم. این سالهای زمان سویتیک.